سلام دوستان، من مهسا هستم. امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز با این ویدیوی آموزشی میخوایم یکی از مباحث مهم در مورد هندسه دهم، یعنی روش‌های مختلف اثبات و استدلال در هندسه رو بررسی کنیم و روش‌های مختلف استدلال رو در موردشون صحبت بکنیم. فصل اول کتاب هندسه دهم. من رو با این ویدیو همراهی بکنید. ممنون. خب در ابتدا یه تعریف کلی از استدلال بیان کنیم که اصلا استدلال یعنی چی؟ استدلال یعنی دلیل آوردن برای وقوع یا عدم وقوع هر پدیده‌ای. این که ما بگیم وقتی که یک پدیده‌ای میخواد رخ بده، دلایل وقوع یا عدم وقوع اون چه چیزهایی هستن، به این میگیم استدلال، که تو زندگی روزمرهمون هم معمولا خیلی ازش استفاده میکنیم و اینکه شیوه درست استدلال تو زندگی فردی و اجتماعی افراد خیلی تاثیر داره، چون خیلی مواقع استدلال‌های نادرست باعث نتیجه‌گیری‌های غلط میشه و باورهای نادرست و پیامدهای خطرناک فردی و اجتماعی به همراه داره. مثلا اینکه یک دانش آموز بگه من چون توی اول امتحانم موفق نشدم، نتیجه میگیرم که توی امتحانات بعدیم هم موفق نمیشم، اینطوری برای خودش دلیل بیاره. یا اینکه بگیم تیم مورد علاقه من از ابتدای فصل توی تمام بازی‌ها شکست خورده، پس توی بازی آینده‌ای که توی هفته آینده داره هم شکست میخوره. خب این مدل استدلال آوردن اصلا درست نیستش. کلا توی ریاضی و هندسه ما دو نوع استدلال داریم: استدلال استقرایی و استدلال استنتاجی، که همه اینها رو، هر دوتای اینها رو به طور مفصل در موردشون توی اسلایدهای بعدی صحبت میکنیم. خب استدلال استقرایی یه نوع از استدلاله که معمولا هم میشه گفت کم ازش استفاده نمیشه. ما توی اون از مشاهداتمون استفاده میکنیم برای بررسی یک موضوع، یا یک موضوع رو توی چند حالت مختلف بررسی میکنیم و بعد سعی میکنیم که یک نتیجه کلی بگیریم. به اصطلاح از جزء به کل میرسیم. معمولا توی آزمایشات، جاهایی که از وسایل آزمایشگاهی استفاده میکنیم، یا معمولا با استفاده از حواس پنجگانه توی این مدل استدلال خیلی ازش استفاده میشه. به خاطر همین میشه گفتش که استدلال دقیقی نیست و خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد. چرا؟ به خاطر اینکه توی حواس پنجگانه ما خطا وجود داره. توی وسایل اندازه‌گیری ما ممکنه که خطا وجود داشته باشه. خود خطاهای انسانی که فردی که داره این کارها رو انجام میده خطای انسانی داره. به همین دلیل میتونیم بگیم استدلال‌های استقرایی در بیشتر مواقع، باز نه همه مواقع، معتبر و قابل اطمینان نیستن و نمیتونیم همواره به درستی نتیجه‌ای که از این استدلال میگیریم مطمئن باشیم. مثلا من بگم در یک ماه گذشته تمام دوشنبه ها بارون اومده، من دارم از مشاهدات هم استفاده میکنم، پس امروزم چون دوشنبه است حتما بارون میاد. خب من هیچ دلیل منطقی براش نیاوردم، فقط از مشاهدات هم استفاده کردم. یا مثلا یه ذره هندسی تر صحبت کنیم، بیایم یه پارامتر خاص رو توی مثلا 3 تا یا 4 تا مثلث با ابزاری که داریم، مثلا خطکش، گونیا یا نقاله، اندازه گیری بکنیم. حالا در مورد نیمساز باشه، در مورد زاویه باشه، در مورد هر چیزی. بعد بیایم یه حکم کلی، یک نتیجه کلی در مورد تمام مثلث ها بدیم. خب این روش استدلال من که نیومدم همه مثلث های موجود رو بررسی بکنم، دلیل منطقی هم نداشتم، با بررسی چند تا مثلث تو چند تا حالت خاص نتیجه گیری کردم، پس محکم، معتبر و قابل اطمینان نیست برای من. نوع دیگری از استدلال که ما معمولاً توی ریاضی و هندسه خیلی از اون استفاده میکنیم، استدلال استنتاجیه. از اسمش هم معلومه، استدلالی که مبتنی بر نتیجه هستش. نوعی از استدلال که بر اساس نتیجه گیری های منطقی، بر پایه واقعیت هایی که ما درستی اونها رو قبلا ثابت کردیم و پذیرفتیم. به این نتیجه گیری و به این نوع از استدلال میگن استدلال استنتاجی، که چون بر اساس قوانین و اصول پذیرفته شده هستش، برای ما محکم و قابل اعتماده. پس توی ریاضی و توی هندسه
از این نوع استدلال استفاده میکنیم. مثلا ما میخوایم ثابت کنیم که مجموع زوایای داخلی هر مثلث 180 درجه هستش. میتونیم این کار رو خیلی راحت با دانستن رابطه بین خطوط موازی و مورب، قانون بین خطوط موازی و مورب که حالا اصطلاحاً بچه‌ها به اسم قانون زد میشناسنش و بقیه واقعیت هایی که قبلا درستی اونها رو پذیرفته بودیم به این نتیجه برسیم. خب اولیش چیه؟ من مثلث ABC که مثلث مورد نظرمه و هیچ شکل خاصی هم نداره میکشم. میخوام ثابت کنم مجموع زوایای داخلیش 180 درجه است. اولین کاری که میکنم موازی ضلع BC خط D رو رسم میکنم. حالا که این دوتا خط با هم موازی هستن، من میتونم از قاعده خطوط موازی و مورب استفاده کنم. بگم زاویه B مساوی زاویه A2، زاویه C مساوی زاویه A3 هستش و این که من میدونم کل زاویه A زاویه نیم صفحه هست، یعنی جمع A1، A2 و A3 که برابر با کل A میشن 180 درجه است. بعد بیام مقادیر مساوی رو جایگذاری کنم. A1 که خودشه به جای A2 بذارم B، به جای A3 بذارم C. پس به این نتیجه میرسم که چون اینها جمع A1 و A2 و A3 180 درجه بودن، مقدار A1 به اضافه B به اضافه C هم 180 درجه است. این مدل نتیجه گیری و استدلال و دلیل آوردن رو بهش میگیم استدلال استنتاجی که محکم و قابل قبوله. خب قبل اینکه من در مورد بقیه مسائل توضیح بدم، باید چند تا تعریف مهم رو بهتون ارائه بدم که مطمئنا همتون هم باهاش آشنایی دارین. اولین مورد قضیه هستش. ما تو هندسه یا تو ریاضی به چی میگیم قضیه؟ نتایج مهم و پرکاربرد که با استدلال استنتاجی به دست اومدن بهشون میگیم قضیه. هر قضیه شامل دو بخش اصلی و مهم هستش به اسم فرض و حکم که ما معمولا از فرض شروع میکنیم و به حکم میرسیم. فرض قضیه برای ما یک عبارتیه که مطمئنیم درسته، واسه همین میتونیم برای دلیل آوردن ازش استفاده بکنیم و اگر جای فرض و حکم رو توی قضیه‌مون جابجا کنیم، عبارتی که بهش میرسیم عکس قضیه هستش که حالا عکس قضیه ممکنه مثل خود قضیه لزوما عبارت درستی نباشه. خب مثلا اینکه ما میگیم صورت اصلی قضیه برای ما به این صورته: اگر یک چهار ضلعی متوازی الاضلاع باشد، آنگاه قطرهایش یکدیگر را نصف میکنند. خب فرض و حکمش چیه؟ معمولا، نه همیشه، عبارتی که جلوی کلمه اگر نوشته میشه فرض قضیه هست و عبارتی که جلوی آنگاه نوشته میشه حکمه، یعنی چیزی که ما میخوایم بهش برسیم. حالا عکس این قضیه رو چطوری میتونیم بنویسیم؟ باید گفتیم جای فرض و حکم رو جابجا بکنیم. پس میتونم بگم اگر قطرهای یک چهار ضلعی یکدیگر رو نصف کنن، آنگاه چهار ضلعی متوازی الاضلاع است. ببینید جای فرض و حکم جابجا شد. به اینی که نوشتیم میگیم عکس قضیه. خب این هم که توضیحش رو بهتون گفتم. برای نوشتن عکس قضیه قسمت اصلی فرض که حکم از اون ناشی میشد رو با حکم جابجا میکنیم و عکس قضیه حاصل میشه. دومین مفهومی که میخوایم در موردش صحبت کنیم گزاره هست. گزاره یک جمله خبریه، یعنی یک خبری رو میخواد به ما بده که دقیقاً ارزشش درست یا نادرسته. یعنی این جمله خبری که ما داریم میگیم ارزشش یا درسته یا نادرسته. اگرچه درست یا نادرست بودن اون برای ما معلوم نباشه، یعنی حتی اگر ما کاملا در موردش مطمئن نباشیم، مهم اینه که اون جمله خبری یا درست هستش یا نادرست، حتی اگر ما ارزشش رو ندونیم. گزاره ساده تنها یک خبر رو بیان میکنه، اما گزاره مرکب میتونه دو یا چند خبر رو بیان کنه. مثلا جملاتی مثل این که فردا هوا بارانی است. من دارم یه خبری به شما میدم ولی نمیدونم دقیقاً فردا بارانی هست یا نه، ولی خب بالاخره فردا دقیقاً یا بارانیه یا بارانی نیست. پس ارزش جمله‌ای که دارم میگم دقیقاً یا درسته یا نادرست. 15 عددی اول است.
داره یک خبر رو میگه، هرچند که ارزشش نادرسته، چون ما دیگه میدونیم 15 عدد اول نیستش. خب یه نکته مهم این که جملات امری، احساسی و پرسشی گذار محسوب نمیشن. مثلا اینکه من بگم چه هوای خوبی، دارم احساسم رو بیان میکنم. کتابت رو مطالعه کن، دارم با یکی دستوری صحبت میکنم. یا مثلا یه جمله پرسشی بگم آیا فردا هوا بارانی است؟ چون دارم میپرسم، خبری نمیدم. اینا هیچ کدوم از اینها گذار محسوب نمیشن. سومین تعریفی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم نقیض گذاره هستش. در مورد گذاره تو اسلاید قبل صحبت کردیم. خب نقیض گذاره چیه؟ همونطور که گفتیم گذاره ما ارزشش دقیقاً درست یا نادرسته. نقیض گذاره گذاره‌ایه که ارزشش دقیقاً مخالف ارزش گذاره هستش. یعنی اگر گذاره ما درست باشه نقیضش ارزش نادرست داره. چطوری نقیض بنویسیم؟ میتونیم از این لیستی که من فراهم کردم استفاده بکنیم. اگر تو جمله هر یا همه داشتیم تبدیلش میکنیم به وجود دارد. وجود دارد داشتیم توی گذارمون، برای به نوشتن نقیضش از هر یا همه استفاده میکنیم. هست تبدیل میشه به نیست، نیست تبدیل میشه به هست. کوچکتر اشتباه نکنیم اینجا رو، فقط نمیشه بزرگتر، میشه بزرگتر یا مساوی. همونطور که بزرگتر میشه کوچکتر یا مساوی و خود کلمه مساوی باید تبدیل بشه به نامساوی. مثلا چی؟ گزاره من اینه مجموع زوایای داخلی هر 4 ضلعی 360 درجه هستش. برای نوشتن نقیضش میتونم چیکار کنم؟ است رو تبدیل کنم به نیست. بگم مجموع زوایای داخلی هر 4 ضلعی 360 درجه نیست. یا اینکه بگم 4 ضلعی وجود دارد، هر رو تبدیل کردم به وجود دارد که مجموع زوایای داخلی آن 360 درجه نیست. پس بعضی وقتا برای نوشتن نقیض گذاره ممکنه 2 حالت یا حتی 3 حالت مختلف وجود داشته باشه. خب مورد بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم اینه که کلاً ما توی هندسه چه روش‌های استدلالی در اختیار داریم. منتها قبل اینکه حالا در مورد روش‌های استدلالی در هندسه صحبت بکنم، لطفاً تا فراموش نکردین دکمه لایک رو بزنید و اگر سابسکرایب نکردین حتما این کار رو انجام بدید. برای اثبات قضایا در هندسه حالا یا ریاضی ما از 3 روش استدلال استفاده می‌کنیم. استدلال استنتاجی، برهان خلف و مثال نقض که توی اسلایدهای بعدی کاملا در مورد اینها صحبت میکنم. اولین مورد استدلال استنتاجی بود که بهش اثبات به روش مستقیم هم میگن. مفصل توی اسلایدهای قبلی در موردش صحبت کردیم. چرا بهش میگیم اثبات به روش مستقیم؟ چون ما میایم به صورت مستقیم از درستی عبارت فرض شروع میکنیم. گفتم اشاره کردم ما فرض رو یک عبارت کاملا درست میدونیم. در درست بودن ارزش عبارت یا گزاره فرض شکی نداریم. خبری که بهمون میده درست هستش. و بعد به کمک درستی عبارت فرض و قواعدی که تا حالا بلد بودیم و درستی اونها بر ما ثابت شده بود پیش میریم، روند استدلال رو پیش میبریم و به درستی عبارت حکم میرسیم. به خاطر همین به اثباتی که با استفاده از استدلال استنتاجی انجام میشه اثبات به روش مستقیم هم میگن. روش دوم برهان خلفه. بهش استدلال یا برهان غیر مستقیم هم میگن. نوعی از استدلال که تو مسائل ریاضی و هندسه کاربرد فراوان دارد و بهش برهان غیر مستقیم هم میگن. به این صورته که به جای اینکه بیایم به صورت مستقیم مثل استدلال استنتاجی از فرض شروع کنیم و به درستی حکم برسیم، فرض میکنیم که حکم ما غلط باشه یا به عبارتی نقیض حکم درست باشه و با فرض درست بودن نقیض حکم روند استدلال رو پیش میبریم تا به یک تناقض یا یک گزاره غلط برسیم، به یک چیز غیر ممکن برسیم یا به یک عبارتی برسیم که با واقعیت‌های موجودی که تا حالا پذیرفته بودیم در تناقض باشه
و از اون نتیجه میگیریم که فرض غلط بودن حکم نادرسته و حکم اصلی ما صحیح هستش. خب با یک مثال اینو توضیح میدم که ببینید خیلی وقتا استفاده از برهان خلف خیلی راحت تر از استدلال استنتاجی هستش. میگه که با استفاده از برهان خلف ثابت کنید از یک نقطه غیر واقع بر یک خط نمیتوان بیش از یک عمود بر آن رسم کرد. اولین کاری که میکنیم میایم یه شکل براش میکشیم. گفتیم تو مسائل هندسی خیلی از مواقع اگر شکل نکشیم نمیتونیم سوال رو بررسی بکنیم. میخوایم ثابت کنیم اگر خط دی موجوده و نقطه آ خارج از اون هستش، ما فقط از آ یک عمود میتونیم بر دی وارد بکنیم. برای پیش بردن این اثبات از برهان خلف استفاده میکنیم. فرضمون رو مینویسیم، حکممون رو مینویسیم، نقیض حکم رو مینویسیم، روند استدلال رو پیش میبریم. فرض چی بود؟ نقطه A ما غیر واقع بر خط D هستش. حکم چیه؟ از نقطه A نمیتوان بیش از یک عمود بر خط D رسم کرد. نقیض حکم چیه؟ از نقطه A میتوان بیش از یک عمود بر خط D رسم کرد. خب من فرض میکنم نقیض حکمم درسته و من الان تونستم 2 تا عمود که اسمشون حالا B و C گذاشتم بر خط D رسم کنم. کجا به مشکل میخورم؟ این که این مثلث ABC که برای من به وجود اومده 2 تا زاویه 90 درجه داره. ما تو فیلم‌های قبلیمون اشاره کرده بودیم که یک مثلث اگر یک زاویه 90 درجه داشته باشه حتما 2 تا زاویه دیگه‌اش کوچیک‌تر از 90 درجه هستن، یعنی حتما باید حاده باشن. و اگر این زاویه A من حتی 1 درجه هم باشه، مجموع زوایای داخلی مثلث من از 180 درجه بیشتر میشه که این غیر ممکنه. من تو اسلایدهای قبلی با استدلال استنتاجی ثابت کردم که مجموع زوایای داخلی من باید 180 درجه باشه. پس به یک تناقض رسیدم، به یک عبارتی که با واقعیت هایی که من میشناختم در تضاد بود. پس به این نتیجه میرسم که نقیض حکم اشتباهه و حکم اصلی صحیح هستش. به این روش اثبات غیر مستقیم یا برهان خلف میگن که خیلی از مواقع راحت تر از استدلال استنتاجی هست. مورد سوم مثال نقضه. خیلی راحته، این روش استدلال خیلی راحت هستش. جمله‌ای که درستی گزاره‌ای رو رد میکنه بهش میگیم مثال نقض. گاهی در مورد تمام اعضای یک مجموعه ما یک حکم کلی بیان میکنیم. اگر بتونیم تنها یک مثال پیدا بکنیم که درستی حکم بیان شده رو رد بکنه، یعنی برای اون حکم مثال نقض آوردیم. ولی اگر نتونیم حتی یک مثال نقض هم برای یک عبارت کلی بیان بکنیم، نتیجه میگیریم که اون گزاره بیان شده داره ارزش درست هستش و میتونیم اون رو به عنوان یک حکم درست قبول بکنیم. خب من چند تا مثال نوشتم. مثلا همه اعداد صحیح مثبتن. خب این جمله نادرسته. مثال نقضش چیه؟ مثلا یه عدد مثل -4 یا تمام اعداد صحیح منفی. یا مثلا مجموع زوایای داخلی هر 4 ضلعی 360 درجه هستش. خب اینو من قبلا درستیش رو با استفاده از استدلال استنتاجی هم ثابت کرده بودم. این یک عبارت درسته. من حتی یک مثال نقض هم نمیتونم براش پیدا بکنم. مورد سوم، برای هر دو مجموعه A و B یا A زیر مجموعه B یا B زیر مجموعه A هستش. برای این مورد بهتره که یه شکل بکشیم. من مجموعه U رو کشیدم، 2 تا مجموعه مثل A و B هم داخلش کشیدم. خب این جمله ما نادرست بود. مثال نقضش هم همین شکلیه که شما دارین میبینید. مثال نقض هم میتونه یه شکل باشه، یه عدد باشه، هر چیزی که درستی حکم بیان شده رو رد بکنه. الان شما دارین میبینید تو مجموعه من A و B، نه A زیر مجموعه B نه B زیر مجموعه A هستش. پس حکم کلی که بیان شده نادرست هستش. خب یه نکته هم بهتون بگم به عنوان آخرین مطلب. گاهی اوقات برای یک حکم کلی ما نمیتونیم مثال نقض پیدا بکنیم. از طرفی برای نشون دادن درستی اون حکم هم روش صحیح اثبات رو در دست نداریم. یعنی نمیتونیم درستیش رو ثابت کنیم و نمیتونیم برای رد کردنش مثال نقض بیاریم. به چنین مواردی توی هندسه اصطلاحاً میگن حدس، یعنی چیزی که
ما در مورد درستی و نادرستیش نمیتونیم نتیجه گیری بکنیم. بهش میگیم حدس. مثلا به ازای هر عدد طبیعی n مقدار عبارت n2 به اضافه n به اضافه 41 عددی اول است. تا حالا برای این گزاره هیچ مثال نقصی پیدا نشده، یعنی هر کدوم از اعداد طبیعی n رو که توش جایگذاری کردن این عدد اول بوده. از طرفی تا حالا هیچ کس هم پیدا نشده که بگه من تمام اعداد طبیعی n رو بررسی کردم، یعنی نتونسته تمام اعداد رو جایگذاری بکنه و به این نتیجه برسه. پس نتونستیم درست بودنش رو ثابت کنیم به طور کامل، نتونستیم اشتباه بودنش رو با مثال نقص رد بکنیم، اشتباه بودنش رو ثابت بکنیم، درستیش رو رد بکنیم، این کار رو هم نتونستیم بکنیم. پس به یک همچین موردی که در مورد درستی و نادرستیش نتونستیم نظر بدیم میگیم حدس. ممنونم دوستان که امروز هم با این ویدیو منو همراهی کردین. اگر سوال یا ابهامی داشتین مثل همیشه داخل کامنت ها بپرسین. اگر موضوع خاصی مد نظرتون هست به هم پیشنهاد بدین، خوشحال میشم. و مثل همیشه با لایک ها و سابسکرایب هاتون من رو حمایت کنید و با زدن زنگوله از انتشار ویدیوهای بعدی مطلع بشید. ممنونم و خدا نگهدار.